محصولات ارمنوش در بطری‌های یکبار مصرف یا پت عرضه می‌شوند و در تولید و بسته‌بندی آنها پیشرفته‌ترین تجهیزات و خط تولید مکانیزه و خودکار بدون دخالت دست به خدمت گرفته شدند. شرکت ارمنوش همینک دارای 4 خط تولید نوشابه کاملا اتوماتیک و پیشرفته ساخت شرکت سایدل گروپ ایتالیا است که ظرفیت فراوری 64000 بطری 1.5 لیتری یا 90000 بطری 300 سی سی در ساعت را با امکانات منحصر به فرد فنی همچون بلومولینگ، مونوبلک، برچسب زنهای خطی و روتاری یا بوپ، شرینگ رپر، نقاله‌های یا کانوایرهای هوایی و سایر تجهیزات و ماشینالات در اختیار نهاده است. برخی از برتری‌های فنی و تجهیزاتی ارمنوش را می‌توان چنین برشمرد: بهره‌گیری از دستگاه‌های نوشابه‌ساز اینترمیکس ساخت شرکت سایدل ایتالیا که امکان تولید همزمان 3 گونه محصول را فراهم ساخته است. بهره‌گیری از 3 دستگاه بطری‌ساز بلومولدینگ ساخت شرکت سیگموند پلاست آلمان با قابلیت تولید 70000 بطری در ساعت. بهره برداری از خط تولید پیوسته کانتینیوز کاملا خودکار شربتسازی ساخت شرکت وندرمولن آلمان مجهز به دستگاه‌های کانتیمول و پاستوریزاتور با ظرفیت ساخت 20000 لیتر شربت در ساعت. بهره برداری از واحد عصاره سازی با ظرفیت ذخیره سازی 160000 لیتر عصاره در تانک‌های تماماً ضد زنگ، استنگلس استیل 5 و 10 واحدی جهت تولید 800000 لیتر نوشابه. برتری‌های فنی شرکت ارمنوش فراهم آورنده اعتماد و اطمینان بالای مصرف کنندگان محصولات ارمنوش و تضمین کننده سلامت و کیفیت نوشابه‌های تولیدی است. برخی دیگر از سلامت‌های تجهیزاتی و تکنولوژیک ارمنوش را می‌توان چنین برشمرد: نصب و راه‌اندازی 2 خط تولید درهای پلاستیکی دبل سیل ساخت شرکت هاسکی کانادا مجهز به دستگاه چاپ تمپو پرینت آلمان با قابلیت تولید 500 میلیون درد در سال با قالب‌های ساخت شرکت کورواگلیای سوئیس.